بالاخره امروز بعد از چند ماه رخ بیرونی پیرمرد تکمیل میشه. یعنی زهای روی در رو نصب میکنم به علاوه لوگو و نوشته‌های روی صندوق. یه دست زه پارسی جنس خوب گرفتم که هم خودش با کیفیت بود هم چسبش و دیگه هیچ چسب جداگانه‌ای براش نگرفتم. خلاصه که 4 تا زه روی در رو نصب کردم و رفتم سراغ لوگوهای صندوق که اینم جنس خوبش رو گرفتم 150 تومن و نوشته پژو و نوشته 405 رو نصب کردم، اما به جای نوشته جی این لوگوی امان 16 قرمز گذاشتم که کار در بیاد. در نهایت این شد رخ کارو. تازه داشتم باهاش حال می‌کردم و گفتم برم با ماشین یه دوری بزنم که صدای وحشتناک جلوبندی سورپرایزم کرد. طبق و سیبک ماشین کلا مرخص شده بود و ماشین رو بردم جای جلوبندی ساز و مجبور شدم یه پک کامل جلوبندی از پیج آر جی پی مارکت بگیرم که البته ارسال فوری داشتن و همون موقع به دستم رسید و همه قطعات این جلوبندی 12 ماه گارانتی بی قید و شرط داره. اگرم بخواید میتونید خریدتون رو حتی قسطی از این مجموعه انجام بدید. خلاصه که الان دیگه ماشین تقریبا تکمیل و سالمه و فقط مونده پلیش و سرامیک و مهشکن سپر. بعدش پیرمرد میره کنار و پروژه جدیدمون استارت میخوره. برای دیدن قسمت‌های بعدی پیجمو فالو کن.